خب درود و عرض ادب دارم خدمت دوستان عزیزم. اولین ویدیو چنل یوتیوب بنده هستش. اصلا دوستان ما اینجا نه دنبال لایک و سابسکرایب و این چیزا هستیم نه چیزای دیگه. یه سری نکاتی رو میگیم اگه به درد کسی بخوره بالاخره بهره برداری کنن و لذت ببرن. مبحثی که امروز ما میخوایم راجع بهش صحبت بکنیم تغییر رفتار تفنگ‌های PCP و کلا عدم دقت تفنگ‌های PCP هستش. راجع به جفتش قاطی حالا صحبت میکنیم. اینکه شما یه روز دوربین تفنگ رو توی مسافتی سفت میکنید، فردا میرید میبینید تیری یه جا دیگه میخوره، یا یه روز تفنگتون گروپ خوب میده، 2 هفته بعد تفنگ رو میبرید مثلا میبینید گروپ تفنگ باز شده. کلا این سری مشکلات رو بهتون توضیح میدم. اولین نکته‌ای که باعث تغییر رفتار تفنگتون میشه تغییر آب و هوا، گرمی و سردی و کلا تغییر دمای محیطی هستش. ببینید شما مثلا داخل یه ظهر تو یه دمای هوایی میایید تفنگ رو تنظیم میکنید، مثلا هوا گرمه دم ظهره، بعد یه روز دیگه صبح زود پا میشید اصلا هوا یخه، یا 2 هفته دیگهش مثلا هوا سرد شده میبینید تفنگ یه جای دیگر رو داره میزنه. کلا این انقباض و انبساط، این گرمی سردی هوا روی خیلی از قطعات تفنگ تاثیر میذاره، مخصوصا روی فنرچکش و اینا. این باعث میشه که تفنگ شما تغییر رفتار داشته باشه. پس شما تو هر آب و هوایی که تفنگ رو صفر میکنید باید توقع داشته باشید که مثلا سری بعد میرید دوباره اون عملکرد رو تو همون آب و هوا بهتون بده، تو همون دمای محیطی بهتون بده. حالا نه اینکه مثلا نزنه، من دارم راجع به باز و بسته شدن گروه صحبت میکنم، یا یک کوچولو بخواد نقطه صفر دوربین تغییر بکنه، نه اینکه مثلا شما یه دونه بطری رو بذارید تو پنجامت نزنه، نه، در حد چند میلیون تهش مثلا 1 سانت 2 سانت. خب مشکل بعدی دوربین هستش. شما تفنگ رو توی فاصله صفر میکنید، بعد با زدن چند تا تیر میبینید تیر داره یه جای دیگه برخورد میکنه. یکی از دلایلش میتونه خرابی دوربین باشه که با تکون خوردن و ضربه و این چیزا دوربین بخواد قسمتی که لنزهای ارکتور داخلش هستن که تبلک سمت بهش وصله و تبلک آپ و داون که بالا پایین و چپ و راست میکنن، این تبلک ها از قسمت فنرش بخواد تکون بخوره میتونه مشکل از دوربین باشه. پس قبل از اینکه برید سراغ چیزای دیگه اگه از رفقا اینا یه دوربینی بگیرید و با اونم تست کنید بد نیست. خب دوستان، مشکل بعدی تعویض ساچمه مچ هستش. ساچمه مچ لول تفنگتون، هر تفنگی با یه ساچمه مچ بسته به ژول تفنگ و مدل لول و خوانکشی تفنگ، هر تفنگی با یک ساچمه مچ. شما باید در مرحله اول ساچمه مچ تفنگتون رو پیدا بکنید و با اون تست کنید. اینجوریه که شما چند تا ساچمه میخرید، مثلا اگه تفنگتون 40 ژول، دیسکاوری 18، دیسکاوری 19، مثلا ساچمه های حالا برند نمیگیم JSP فلان و باز برند گفتیم، ولی خب میگیرید ساچمه های مختلف و مثلا برای 40 ژول تو 18 گیرین 19 گیرین میگیرید تست میکنید، میبینید آقا یه مدل ساچمه با اون وزنه خاص خودش به لول تفنگ شما مچه و بهترین گروه اون میده. شما یه مدت شلیک میکنید، خیلی هم عالیه، بعد میایید ساچمه مچ رو عوض میکنید، بعد دوباره زمانی که ساچمه قبلی میخواید بزنید میبینید دیگه اون دقت قبلی رو نمیده. خیلی از دوستان با این قضیه درگیرن. دوستان، ساچمه ای که روی تفنگتون مچه همون رو بزنید و عوض نکنید. این از این. بریم سراغ نکات بعدی. مشکل بعدی که دوستان در گروپ گیری دارن پرش یه تیره. مثلا میبینید تو پنجامت میزنید، یه تیر میخوره اینجا، 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 به عنوان مثال. حالا جدای از چیزهای دیگه تفنگ که ما جلوتر بهش میپردازیم، مشکلات دیگه که میتونه به وجود بیاد، ما در ساچمه اختلاف وزن داریم دوستان. یعنی حالا من بعد با ترازو میگیرم و بهتون نشون میدم. مثلا وزن ساچمه ها با هم میتونه کلی اختلاف داشته باشه، پس ما باید ساچمه ها رو سورت کنیم، یعنی وزنای مختلف ساچمه رو از هم جدا کنیم و جدا جدا بزنیم اینها رو. این سنگینی و سبک شدن وزن ساچمه ها میتونه روی گروپ گیری تاثیر داشته باشه. یه ساچمه سبکتر یا سنگینتر باشه، کلا محل برخوردش تغییر بکنه.
خب این از این، بریم سراغ نکات بعدی. نکته بعدی ما که میتونه تاثیر داشته باشه خطای پارالکس هستش. شما یه بار سرتون پشت دوربینه و دارید شلیک میکنید، بعد یهو پا میشید میشینید شلیک میکنید میبینید دوباره شما یه جای دیگه رو دارید میزنید، یا یهو مثلا تغییر مکان میدید، تفنگتون رو زمین میارید رو میز، کلا سرتون از پشت دوربین حرکت میکنه و میبینید یهو نقطه برخورد تیر عوض میشه. ببینید دوستان، خطای پارالکس چیه؟ شما چشمتون، بذارید اینجوری بگم، چشمتون پشت دوربین باید ثابت باشه. یعنی مثلا شما اگر همیشه از اینجا دارید نگاه میکنید، زمانی که چشمتون اینجاست با تغییر مکان و جای دیگه میشینید و یه روز دیگه تفنگ رو میبرید بیرون و اینا، مثلا اون چشمتون اینجا میاد اینجا، مثلا تکون خیلی کمی میخوره. همین باعث میشه نقطه برخورد تیر جابجا بشه و تاثیر بسیار زیادی داره. تمرین کنید اینکه سرتون رو همیشه دقیق یک جا قرار بدید پشت دوربین. نکته بعدی که دوباره به همین حالا ثابت نبودن دوربین و این چیزا برمیگرده، تراز نبودن دوربین هستش. شما یه بار شلیک میکنید در گروه گیری، حالا من تراز نمیدونم اینجا مشخصه یا نه، شما یک بار شلیک میکنید در گروه گیری، تراز وسط، شلیک میکنید، آقا میبینید 5 تا ساچمه یه جا میخوره، پا میشید میشینید، مثلا تفنگو یه تکونی میدید، این دوربین یه کوچولو کج شده، تراز اومده این ورطه. خب باز این رو نقطه برخورد تاثیر داره. حالا تو مسافت‌های کم خودش زیاد نشون نمیده، ولی داخل لانگ رنج، مسافت‌های طولانی، مسافت‌های بلند بیشتر خودش رو نشون میده که یهو یه تیر باعث میشه پرش داشته باشه. مثلا شما میزنید یهو تفنگو یه تکون میدید، شما رتیکل وسط هدفه ولی باز میبینید نقطه برخورد تیر تغییر پیدا میکنه. این به خاطر تراز نبودن تفنگ. شما یه جا رو میخواید شلیک کنید، باید هم تراز وسط قرار بگیره، هم رتیکل با اونجا. و اینکه هیچ وقت ماشه تفنگ رو یهویی نکشید. حالا این جزو نکات من نبود، خودم اضافه میکنم. ماشه تفنگ دوستان هیچ وقت یهویی نکشید که با کشیدن ماشه تفنگ بخواد تکون بخوره. برای اینکه بتونید خطای پارالکس و خطایی که خطای قرارگیری چشم پشت دوربین و اینا رو همه رو کم بکنید که چشمتون تار و اینا نشه، سعی کنید تا چشمتون رو گاشین پشت دوربین زیر 10 ثانیه شلیک بکنید. از یه حدی بیشتر که داخل دوربین نگاه میکنید اون امکان داره خطا ایجاد بشه. مشکل بعدی که باعث میشه دقت تفنگ ناگهانی به هم بریزه برمیگرده تفنگایی که شروط دارن. شروط یه لوله‌ایه که روی لول اصلی تفنگ بسته میشه، یعنی میاد روی لول یه روکش. داخل بعضی از تفنگ‌ها روکش خالیه و توش هیچی نیست، ولی داخل یه سری از تفنگ‌ها از یه سری قطعاتی داخل شروط استفاده شده برای صداگیری و دقتگیری بهتر از اون تفنگ. یه سری قطعاتی مثل ایر استریپر، بافل و این چیزها. شما حتی با یه فشار ریز، اینجوری خیلی شاید برای دوستان پیش اومده باشه، مثلا شروط رو بگیرم با مخزن تکون بدم میبینن میچسبه بهم. شما با یه تکون ریز داخل شروط میتونه محل برخورد گلوله، محل برخورد تیر تغییر پیدا بکنه و یهو مثلا نقطه صفرتون از 50 متر میاد رو 40 متر، یا یهو گروه باز میشه. شروط به هیچ عنوان نباید ضربه بخوره، نباید فشار بهش وارد بشه. خیلی از دوستان دیدن زمانی که سایلنسر میبندن روی تفنگ، صدا خفه کن میبندن، تفنگ یه جا رو میزنه، زمانی که باز میکنه یه جای دیگر رو میزنه. پس هوای پشت ساچمه تاثیر بسیار زیادی روی دقت تفنگ داره. خب دوستان، نکته بعدی که میتونه دوباره روی دقت تفنگ تاثیر داشته باشه و اگه مشکل براش پیش بیاد دقت تفنگ رو به هم بریزه، خرابی اورینگ های زمان شلیک هستش. ما 2 تا اورینگ داریم. اورینگ هایی هستن که یه سره در حال به قول گفتنی آب بند کردن اون فشار هوا هستن، باعث میشه که فشار هوا از مخزن خارج نشه. اما یه سری اورینگ ها هستن زمان شلیک اون جلوی فشار رو میگیرن که فشار هوا خارج نشه. اورینگ‌هایی مثل اورینگ دم لول تفنگ و اورینگ دور لول خود تفنگ و اورینگ قسمت ولو. مخصوصا اورینگ دم لول که خیلی اورینگی هستش زود به زود مستهلک میشه و لپر میشه. اون اورینگ اگر خراب بشه باز میتونه روی دقت سلاحتون تاثیر بذاره. روش فهمیدن خرابیش هم اینه که شما خالی تفنگ مسلح میکنید، الان میبندید، دستتون میذارید پشت سوزن خوراک، شلیک میکنید. اگه هوا برخورد کرد به دستتون یعنی از اون قسمت دور سوزن خوراک که اورینگ هستش داره هوا میده و اون اورینگ رو باید عوض بکنید. خب دوستان، وقتش رسیده که یکی از مهمترین نکات باز شدن گروه و به هم ریختن
دقت تفنگ رو بهتون بگم. برمیگردیم به مسئله اسلاگ زدن. خیلی از دوستان شاید براشون پیش اومده باشه که تفنگشون رو زمانی که لولو تمیز میکنن خوب میزنه، بعد از 50-60 تا تیر 100 تا تیر تفنگ از دقت میفته. احتمال 90% قبلا با تفنگشون اسلاگ زدن و اسلاگ ماسیده پشت چوک لول تفنگشون و احتمال درست شدنش هم 50-50. بعضی از لولا درست میشن با تنظیف و این چیزا، معمولا مشکلشون حل میشه، بعضی هم نه، متاسفانه لول باید تعویض بشه. دوستان عزیزم وقتشه که این دفتر بره کنار و بریم سراغ بحث شیرین اسلاگ ها. یک پرتابه فوق العاده و قطعا از پلت خیلی بهتره، بالستیک بهتری داره و داخل فواصل دورتر اون باد کمتر روش تاثیر میذاره و قطعا از همه نظر پرتابه بهتریه. اما برای تفنگای اسلاگ زن، برای تفنگایی که مخصوص خودشونن، تفنگایی که اسلاگ میزنن، ولکانسل لول بلند، که تاکتیکال لول بلند، افیکس امتیری، تفنگایی که لاینر دارن و کرایت ایکس، این مدل تفنگایی که لولهشون اسلاگ زن هست. حالا برای خیلی از دوستان سوال بود که آقا ما با تفنگ ترک، با تفنگ چین، با تفنگای لوله کوتاه، حالا لوله کوتاه که زیاد مثال درستی نیست، با تفنگایی که اسلاگ زن نیستن اسلاگ بزنیم چی میشه؟ خب بسیار سوال خوبیه برای خیلی از دوستان. این نکته اصلا چیز عجیبیه، میگن آقا اسلاگ از سرب، ساچمه معمولی هم از سرب، خب چرا باید اسلاگ لولو خراب بکنه؟ سرب روی فولاد اثر نمیذاره و از این داستانا. دوستان با توجه به تجربه شما از هر تیونکار کار درست و با سابقه‌ای بپرسید، از هر تیونکار کاربلدی بپرسید، از هر تیونکاری که کارش تجربه بالایی داره و تو این زمینه بالاخره کلی فعالیت داشته بپرسین، قطعاً به شما خواهد گفت که با تفنگایی که اسلاگ زن نیستن اسلاگ نزنید. و حتما هم هر تیونکاری که به شما گفت آقا اسلاگ بزنید مشکلی نداره با لولی مثل لول کرال و اینا، ازش فاصله بگیرید و اگه تا الان باش کار میکردید و تفنگتون رو میدادید دیگه ندید. شما دیدیم بعضی از تیونکارا حالا هم به خاطر فروش خودشون یا چی گفتن که آقا اسلاگ بزنید با تفنگایی که اسلاگ زن نیستن. من خودم قطعا اسلاگو خیلی بیشتر از پلت یا هم ساچمه معمولی بیشتر دوست دارم و اصلا قابل مقایسه نیستم. من اگه خودم تفنگ اسلاگ زن داشته باشم حتما اسلاگ میزنم و یه دونه ساچمه باشه نمیزنم. حتما پرتابه بهتریه، اما برای لولی که واسه اسلاگ ساخته شده، نه تفنگایی که اسلاگ زن نیستن. حالا بریم سراغ این که چه اتفاقی میفته داخل لوله هایی که چوک دارن، مثل لوله کرال ها، لوله P15 P35، کلا تفنگایی که اسلاگ زن نیستن. البته لوله هایی که اسلاگ زن هستن هم چوک دارن، اما کلا مدلشون و داستانشون فرق داره. خب دوستان بریم سراغ این که شما با تفنگایی که اسلاگ زن نیستن اسلاگ بزنید چه اتفاقی میفته. خب دوستان شما شاید یه دوستی داشته باشید که بیاد بگه آقا من با تفنگ، مثال میزنیم کرال مگا، من تا حالا 10,000 تا اسلاگ زدم و هیچ اتفاقی هم واسه لول تفنگم نیفتاده. بله کاملا درست میگم و هیچ اتفاقی نیفتاده، چون ما داخل تفنگا، داخل لول تفنگا اختلاف سایز چوک داریم. اینجوریه که یه نفر میره یه خشاب 2 خشاب اسلاگ میزنه و لول تفنگش خراب میشه، اسلاگ میماسه پشت چوک لول و یه بنده خدایی هم 5,000 تا 10,000 تا زده و هنوز لولش داره بهش دقت میده و داره کار میکنه و قطعا هم به زودی خراب خواهد شد. هیچ وقت شما نمیتونید با لوله‌ای که اسلاگ زن نیست اسلاگ بزنید و توقع داشته باشید عمر اون لولم مثل پلت باشه و شما مثلا یه عمر اون لول تفنگ براتون کار کنه. نه، اصلا اینطور نخواهد بود. یا زود یا دیر بالاخره خراب میشه. خب چه اتفاقی میفته؟ ما اختلاف سایزی که داخل چوک لول تفنگ ها داریم در حد 1 صدم 2 صدم شاید 3 صدم باشه، یعنی چوک لول ها تنگتر و یا گشادتره. چوک هایی که گشادتر هستن اسلاگ دیرتر خرابشون میکنه، مخصوصا اسلاگ های با دیامتر پایینتر خب بیشتر کار میکنن، دیرتر خرابشون میکنه
و تفنگایی که سایز چوکشون به قول گفتنی تنگتر هست، اسلاگ زودتر روشون تاثیر میذاره، زودتر میماسه پشت چوک لول، یا شاید هم حتی بخواد 1 صدم 2 صدم چوک رو گشاد بکنه. ماسیدگی چیه؟ اسلاگ یه پرتابه‌ایه که درگیریش با خانه تفنگ خیلی بیشتره. این اتفاق میفته که اسلاگ بعد از چند تا اسلاگ زدن برای تفنگایی که مخصوصا چوک لولشون تنگ هست، اسلاگ یه قسمتی از بدنه خودش به مرور پشت چوک لول جا میذاره و به قول گفتنی میگن ماسیدگی اتفاق میفته و معمولا هم درست شدنش 50-50 و خیلی از دوستانی که اسلاگ میزدن براشون پیش اومده میگن آقا ما تفنگمون داره با اسلاگ دقت میده ولی دیگه با ساچمه معمولی ما از تفنگ نمیتونیم دقت بگیریم، دیگه تفنگ دقت نداره، یا با همین اسلاگ میزنیم تفنگ مثلا هر 50 تا 60 تا تیر از دقت داره میفته یا پلت، یا حالا قبلا اسلاگ زدن الان پشیمون شدن دوباره دارن با ساچمه معمولی میزنن، میبینن که تفنگشون زود به زود لولشون از دقت میفته و هی باید تمیز بکنن لول تفنگ. این بلاهاییه که اسلاگ سر لول تفنگ میاره و دوستان نزنید. اگر دوست دارید برید بزنید. من دیگه چی بگم، ما توضیحات رو میدیم و دوستانی که میخوان از تجربیات استفاده کنن برن استفاده کنن، دوستانی هم که نمیخوان صاحب اختیارن برن بزنن و شاید لول تفنگشون دیر خراب بشه، شاید هم زود خراب بشه و تجربه بشه باز برای دیگران. یه بند خدایی بود ما داشتیم داخل گروه داشت ما بحث میکرد، یه دونه تفنگ PCU5 بود، میگفت آقا اسلاگ سرب، ساچمه هم سرب روی فولاد اثر نمیذاره، از این داستانا. ما بعد از کلی صحبت کردن بهش گفتیم آقا شما زمانی که اسلاگ میزنین بعدش با پلت هم امتحان کردیم، زمانی که اسلاگ میزدیم بعدش پلت زدیم ببینیم که باز هم دقت داره یا نه. گفت آره از زمانی که اسلاگ زدم من دیگه تفنگ با پلت دقت نمیده و ما متوجه شدیم که لول تفنگ ایشون هم خراب شده و تفنگو آکبن خریده بودن در حد 100 تا 200 تا دونه اسلاگ باش زده بودن و لول تفنگشون خراب شده بود. دوستان در کل ما این توضیحات رو میدیم، دوستانی که دوست دارن برن بزنن و حتما یه پولی هم میره داخل جیب تعمیرکاری که شما میگه اسلاگ نزنید به فکر شماست، وگرنه اون از خداشه که لول تفنگتون خراب بشه بره لول بخره بیاره به شما بفروشه، هم روی لول سود کنه هم روی اجرت و این چیزا از شما پول بگیره. قطعا تعمیرکاری که به شما میگه اسلاگ نزنید این داره وجدان کاری خودش رو میرسونه. شاید هم دوستانی که میگن اسلاگ بزنید، تعمیرکارایی که میگن بزنید شاید هم بلد نباشن، آدم با وجدانی باشن و بلد نباشن. خب پس ما این اسلاگا رو میذاریم کنار و از پلت استفاده میکنیم. بریم سراغ نکات بعدی. خب دوستان علت دیگه ای که تفنگ شما میتونه بهتون دقت نده، البته گفتیم با سایلنسر یه مدل، بدون سایلنسر هم یه مدله. یه سری دوستان میبندن سایلنسر میبندن میبینن دقت تفنگشون به هم میریزه و شاید ساچمه داره به قول گفتنی با سایلنسر برخورد میکنه و اون ساچمه رو انحراف میده به چپ و راست. تست کنید سایلنسرهای دیگه هم روش تست کنید ببینید که دقتش درست میشه یا نه. و در کل یه چیزو میگم، برای تفنگایی مثل کرالا و یه سری تفنگایی که نه شروط دارن هیچ چیزی کلا سر رولشون بسته نمیشه، البته این شعله پوشای معمولی که بسته میشه عملا هیچ کاری انجام نمیده. برای تفنگایی که لول خالیه و صدای خیلی زیادی هم دارن شما استفاده از یه سری سایلنسرها میتونه بهتون کمک کنه، هم خیلی صدای تفنگ رو بگیرین و هم دقت بهتری بهتون بده، مخصوصا تو فاصله دور. دوستان تست کردن، کسی که تست کردن میدونن من چی میگم. خب دوستان نکته بعدی که بسیار حالا ما ترازو اینا رو آوردیم که هم سورت کردن ساچمه رو آموزش بدیم. خب دوستان نکته بعدی که بسیار مهمه رگولاتورهای فابریک تفنگ‌های ترک یا یه سری تفنگ‌های چین هست یا شاید هم بعضی از اروپایی‌ها. اینا واقعا اون عملکردی که رگولاتورهایی که داخل ایران دارن ساخته میشن رو اصلا ندارن و قطعاً رگولاتورهایی که داخل ایران داره ساخته میشه ما خیلی تولید کنندگان خوبی داریم، بسیار تولید کنندگان خفن و خوب و با تجربه و با سوادی داریم که رگولاتور، سایلنسر یا خیلی از قطعات PCP که دارن تولید میکنن با خیلی از قطعات اروپایی هم حتی برابر نیست و بارها بهتره، چند بار از اونها بهتره. و اینکه
بهتون پیشنهاد میکنم اگر تفنگ صفر میخرید، تفنگ آکرم میخرید و رگول فابریک هستش، رگولاتورش رو عوض کنید. اگر هم که رگولاتور نداره چه بهتر، حتما یه دونه رگولاتور ساخت بچهای خودمون، حالا نام نمیبرم که بخواد به ضرر کسی بشه یا مثلا به سود کسی بشه، کسی ناراحت بشه، حالا کسی به قول گفتنی نام نمیبریم حالا، ولی تولید کنندگان بسیار خوبی داریم که به درستی دارن کارشون رو انجام میدن و قطعا خیلی آدمای با تجربه‌ای هستن. بنده جنساشون رو دیدم و استادان ما هستن و باز هم میگم قطعا جنسشون بارها و بارها حتی از جنس‌های خارجی یا اروپایی که دارن تولید میشن خیلی بهتره و عملکرد تلورانس و واریانسشون قطعا بهتر خواهد بود. داشتیم نمونه دیدیم که این رگولاتورها واقعا دوستان میبندن رو تفنگاشون و میرن مسابقه و چقدر هم عملکرد خوبی دارن. بریم سراغ سورت کردن ساچمه ها. خب دوستان، ما برای سورت کردن ساچمه ها لازم به یه دونه ترازوی 1000 گرم داریم یا به قول گفتنی ترازوی 4-0 که دقیق به ما نشون بده. میخوام فقط اختلاف سایز ساچمه ها رو بهتون نشون بدم که چرا یه دونه ساچمه یهو داخل گروپ گیری های ما پرش میکنه و یا یه دونه ساچمه یهو بد میزنه خوب میزنه. اینا ساچمه های 18 گرین دیسکاوری هستن، البته چند تا دونه JSP هم توشه که من اونا رو نمیذارم. 12 و 11. خب میریم ببینیم چی میشه. یازده و 92، یعنی شما خودتون اختلاف رو ببینید. حالا من برعکس ترازو هم 11 و 87. ببینید چقدر ساچمه ها با هم اختلاف وزن دارن. اینو بذاریم، نه اینجا اسمی بود، اینو بذاریم. یازده و 94 دوباره. اینو بذاریم 11 و 83. ببینید دوستان چقدر این ساچمه ها با هم اختلاف وزن دارن و این قطعا باعث میشه که یک ساچمه در گروپ گیری پرش بکنه و جای دیگه بخوره یا کلا گروپ باز بهتون بده، هر ساچمه یه جایی بخوره، مخصوصا تو فواصل خیلی دور تاثیرش کاملا مشخص میشه. خب دوستان عزیزم، امیدوارم که لذت کافی رو از این فیلم برده باشین و بهره برداری کرده باشین. اگر نکته جا موند داخل کامنت ها بگین، اگر سوالی داشتین داخل کامنت ها بگین. من باز میگم هدف ما نه لایک و سابسکرایب و اون زنگوله و هیچی نیست، فقط این ویدیوها رو میگیریم که یه ویدیوی آماده داشته باشیم. اگر دوستان سوالی چیزی داشته باشن بگیم آقا برو این ویدیو رو نگاه کن، یا شاید ویدیو داخل یوتیوب یه روزی به درد کسی بخوره. تشکر از نگاه زیباتون.